نکو قضا نکن دل مرا خون نکو سعی کن بچه خوب گردو تو میگی که یک دقیقه بس کن بشی میگی خب بابا چه کار کنم بیشتر از این دیگه نصیب من نبوده که خود مادرتو تیر کنم گریه نکو بابا خیره بچه خوب میگردم ماما نیلیلا چه کاره؟ ماما نیلیلا چه کار شده؟ ماما نیلیلا چرا گیپک شما گریه میکنی ماما؟ مادر خورماه گیلده مادر کجایی؟ خب برو ببریم پیش مادر یا دیگه نمیشه که ببرم پیش مادر از یلا کردم ها اشتا یلا کردیم یلا کردم برم از را پیار خود دیگه نگو بابا گریه یعنی مادر از این دیگه گیپک نمیبینه دیگه فایده نداره بابا ماما نیلیلا بیچاره بزنی بله پیش مادر خب گیلک جو کار نداری برو خب بگذاریم بره پیش مادر خب باید نمیشه دیگه نمیگذارم این مادر از این یله داده با بیلا بیچاره بچی و گریه بکنه این هست پنجل به خیلی خوشی بخودی نیلیلا دل ما مثل دل کباب بری کباب شده تو اشتا بچه خور میاری اینجا مادر ریزیله میدین ماما جبارم بیا مادر سلام علیکم دلم و شما مجبور خوبه گیلک جو خوبی جانجور خیریت دیال هستیم جانجوره شکر گیلک جو دل من میته کباب شد به نواسه شما کجا دیدیوز؟ همین تا کچی به نوشو همین جگاه بچه شما به بغل پیار خوب نیلیلا گریه میکایی میگه مادر خورمایی میگه مادر خورما مرم گریه پیاری هم گریه میکای چرا ماما جبار نیلیلا گفتد من زن خوری یلا کردم گیلک جو اینا همه گناه خود نوراللهه نورالله رفته زن دیومیر گرفته دختر مر طلاق داد 20 سال همی دختر من خودی از این زندگی کرد صاحب 3-4 تا اولاد شد زندگی همین نورالله دختر ما ساخت یعنی تو باور کو این عبه ندش که به دبه بزنه به 20 روپیه به 30 روپیه گفتن مرتکه همین خود دخترک من روز خود چلون پول پس انداز کرد بدی دیوانی خود تو خبر داری که سرایی که حال نورالله شیشتی خرید صاحب 3-4 تا گوسپند کرد زندگی کرد مشتی که امروز که من که وا شد نورالله خان برفت خانم دیوم گرفت دیگه خود تا میفهمی که همی کودکا بری پدر میمونه اما گیپک سعی میکنه نواسگک برای امو تو دیشتری شوی همی تامین نورالله بی غیرت دور بزده بود آن باز امروز هم بسته که برفته که مادر خوب ببینه باز از اونجا کش کرده و برده شب برده و سراخو دل من خیلی بسخید من به گریه شدم من انا ایتا شدک دیگه من لنگک میزد بیشاره گیلک جو یک وقتی خدا بری تو دست تو واقعت پولدار شدی تو مثل نورالله نکن بفهمیدی هستم بعضی آدما دیوالی ندارم که کلاغی بشینه روزی که پولدار شد ثروتمند شد پولدار شد همون زن به تر و خوش که زندگی بساخت امروز که پولدار شد ادعا خانم دیوم میکنم گیلک جو با من یک کم نمیدم میگم نمایم تو ریشکی هر جا میرم مرد پسند نمیکنم میگم ای اصلا به قیافه و ما قیافه نماییم مرد پسند نمیکنن نمایم گیلک جو عملی شکر خدا نی بیجانشین نی
خلافکار نی چرا مرته که دختر خور به تو نده زحمتکش هستی برو 150 پامول به تمام زمین ها هر کس که تو خواسته باشه ببره عمل کار میکنی ای کاش که به جان نورالله تو دوماد نمیشدی باور کو گیل اگه گپ دروغ بگم دخترها شما همه لکه خلاص شده همه خلاص شد انا یک که دیگه بمون کیرم خب نورالله دیگه طلاق داد اونه به چکا خوروردش ببر ما اگه بستندی دختر شما ماما من زن خول یاله نمیکردم من زن خول ماستم من به تا زن خول ماستم من خود اونون پخته هم میکردم من دیگرم با بار میکردم چیز بلدم متیال کنم چیز همی چی میگم خیگینه بعد خیگینه برار چیزم بلدم بیمیه هم پخته کنم نصف خون میشه نصف پخته قامنه داره گیلک جو ای کاش که تموخ تقدیر و نصیب میرفت که از اینا یکی برای تو میدادم که اینقدر حال امروز قدر زن میدونستی نمیسته از این بی غیرت پست که امروز با هزاران مشکلات زندگی دخترک ما بسا خودیو اما امروز رفت و سر دختر ما زن کرد خب خیر باشه گیلک جو بخیر بری میگم گیلک جو خود پیاری هم گیره میکرد خود پیار کی؟ پیار گیپک دوماد می گریه میکرد میگو بابا جو مشین که من گریه من نه اما گیره دروغی بوده به خاطر جلوی بچه خود آدم میفهم عمال نیه و از ذوق و شوق و شاد عمال به سر تنو نست برو خیلی گلک جو بخیر بری زنده باشی باز اگه وقتی سکو بیبی تو جان ما دیشب به خونه خب لنگ مرغ داشتیم من سیر نشدم خلاص شد سیر نشدم نداریم یک 20 پیپم زری پی میره ببینی دارم عذری دارم خو تو با یک کاری بکو بیا در خونه خو حال کم دارم من یک دایی دارم بگیرم یم از تو خو بیا در خونه خو برو بری خو ظرف انور داره برنجم ناپخته خانوم خوب میگم که بری تو بدم بفهمیدی گوشتم از اما که خود تو میفهمی میرم هم گنج میرم گاهی وقتی 2 کیلو 1 کیلوی بستندم تا یخچال برای شما برابر یک وعده به تو و بیبی بدم با بیا در خونه بیا خوبه دعا بکن خوبه برو خدا تو خیر ای کاش که تو دوماد نمیشدی و می فقیری و بیچاری و دربدری باور کو تور ماستم گیلگ اما افسوس دیگه خواله که میگن دخترم خلاص شده خب خلاص شد دیگه چیکار کنم گیلگ بخیر بری گیپک کجا میری؟ نه کجا میری؟ کجا؟ همه تو منو بزرگاله اگه پیان ما دیدی نگی گیپک ما دیدم خوبه؟ چرا کجا میری؟ خاطر میرم پیش مادر خو پیش مادر خو؟ بودن که میام میدیم مادر خو پیش مادر خو آلی میرم سکی بیچاره اگه مادر خو یاد میکنه با لیلا خدایا سوهگک مادر ما را تسرم کم نکنی ما مادر خود خیلی ما مثل چیشا خو ما خدا تو تنها نکنی لیلا گاکو در بسته کردم و بالی تو باز از کل گیله بچی بدی پاک ندیدی؟ بچه شما گیپک؟ نه بدیدم رستی کجا بوده؟ الان بودم پیش ما گریه نمیکرد بابا بوده من نمیگو او بردم بسترا در خونه رو به بالی رو به خونه رو ای کدم در رو به بالی رو غلب کدم خور اکلکین تا این نقطه بجسته برفته اکلکین؟ خب کجا برفته؟ بچی میفهمم دیگه از کلکین به در شده 100% دیگه پیش مادر خورفته بابا جان مادری و کور به ما داد دیگه اصلا با مادر خو نمیرسه بخاطر چی میره به پیش مادر خو ببینم بدیدم خسر شما چی میگو چه گفته که نیلیلا بگرفته زن گرفته یک زن گرفته دختر من یله کردنه این کار خوب نکردنه خدا بخیر در و در کنه گفتم الهی آمین انا چیزه ما زبون ما خطا را گفتم الهی آمین به من گفته اگه من میفهمیدم انا بزی دختر میدادم انا نواسم گریه کردم چون دل ما خونه بیته
حالا کجا دیدک بچی مرنه کل ندیدی از دمی که خودی بود تولد دیگه ندیدی او عمودم بدیدون تا بغل شما بوده دیگه ندیدی او نه 100 دفعه دیگه کی تو به پیش مادر خونه را میره مور میارم 1000 دفعه دیگه که به پیش مادر خونه را میره مور میارم خلاصه گپ شما چی میفهمید زد او کلکین بجسته شاید به ایران رفته به باشه هیچ جو مرد از این گپونیه که به ایران بره او به پیش مادر خونه میره مادر خونه خیلی ما جیپک گفتک نگم کن نمیگم دیگه بره پیش مادر خو بیچاره قایم شه ها بابا اشتنی خوبی خیریاته چیکاره ای چی می بیامونم پیش مادر خو بابا جان سکو چی میگن خب روز 10 دفعه که تو از این سرا بجی گریه نکو بابا جان خب روز 10 دفعه که تو بجی بیای به این سرا مادر خو ببینی بازی ظالم میای تو کش کرده میبره بفهمیدی گناه چیه چیکار کنم اینا رو هم به پیار تو کرد به سر شما گریه نکو بابا جو گریه نکو سکو بابا جو به تو چی میگن خب به تو قول میدن خب قول 1000% میدم تا وقتی که تو کلون شی زن و خونه کنی به تو قول میدم که مادر تو رو عروس نکنم خب حالا کجا جستی اولا پیش بیار خو ندی دکتر نه بدید کو کلکین بجستو تور به خونه کرده بود در رسته کرده بود اکلکین تاثیرا جستی نواس جو به چی خوب بگردم نگاه کو حالی هر دم می جیمیای مادر خور میبینی امروز صبح من مادر تو عروس میکنم مجبورم آقی بابا مادر عروس میکنی آها دیگه چیکار کنم اور تاجی کنم تصر خو کنم چرا عروس میکنی گریه نکو خب سگو چی میگم خب با می خاطر با می کار تو اصلا نور عروس نمیکنم خوبه به تو قول میدم خوبه به چی خوبه گردم آنی عروس نمیکنم امی تو هم خونگک باشه خب هفته یک بار دوباره میام پیش نورالله تو رو از اون مستونو میارم پیش مادر یک کاری بکنیم ما بچه گلی رو خلاص کنیم مادر خوبه آخه من کاری کردن نمیتونم اولاد یعنی بچه و دختر اینا بری پدر میرسه آخه نه بری مادر حالا کجا میبری؟ به پیش مادر خب حالا تو میبرم پیش مادر تو خب از اون سرباز مگری بری پیش نورالله بری خب به شرط گیره نکنی دیگه با پیش مادر خب کو هم یک سر گیره میکنه از سر صبح میگه بچه کمه خب خوبه بره بریم بابا جو بریم